کاروان این ماشین ها 35 عروس و داماد و 230 کودک را به بزمگاه نوروزی رساند. حکومت کلاب با دستگیری صاحبکاران در بزمگاه نوروزی توی آن برپا کرد. نکاح 35 جوان و ختنه‌سوری 230 کودک. در شهرداری گفتند که همه آنها از خانواده های نادار هستند. عقد نکاح آنها در نوروزگاه برپا شد. 5 جفت نوخانه‌داران جهاز عروسی آماده شده و اینچنین از طرف بخش ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت اعلیه جمهوری تاجیکستان در شهر کولاب شهادتنامه‌های عقد نکاح به طریق رایگان در فضای تنتنوی سپاریده می‌شود. شهرداری این داماد و عروسان و کودکان را با پیشنهاد شعبه اجتماعی گرد آورده است. گفته می شود همه آنها احتیاجمند، یتیم کول و بی‌پرستارند. کودکان هم با سه‌چرخه های توفه شده در میدان نوروزگاه پایگاه تشکیل کرده اند. از وزیر نقلیات تا سراینده های نامدار برای تبریک نوروزی و توی ختنه و دامادی آمده اند. تمام مردم شریف تاجیکستان و نفران برون مرزی تاجیکان برون مرزی که در دیگر دولت ها زندگی میکنند، زندگی رو کار کرده ایستادند، همه اونا را به همین روز تبریک میگم. در این میدان 2 سال اخیر با آمدن همگیر کووید 19 نوروز برگزار نشده بود. کولاب سیومین شهر بزرگ تاجیکستان در جنوب این کشور است. نوروز اینجا با توی اصول دست جمعانه فرق میکند. هرچند مقامات این را خدمت خود میدانند، خرجش از کیسه صاحبکاران است. چقدر است اعلان کرده نمی شود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کولاب.